سلام دوستان، با هم میریم یه دسر رژیمی موز خوشمزه رو بدون شکر، بدون آرد و بدون پخت آماده میکنیم. 2 قاشق آب توی یه پیاله کوچیک میریزم و 1 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین روی اون میریزم داخل ماکروفر یا اینکه روی بخار آب کتری اونو به عملش میارم. 1 لیوان فرانسوی پودر شیر خشک، 2/3 لیوان آب سرد و 1 دونه موز کاملا رسیده رو توی مخلوط کن میریزم. حالا اون ژلاتین به عمل اومده رو هم روی اون میریزم. بعد مخلوطشون میکنم کاملا با هم مخلوط بشن. این مقدار برای 3 نفر کافیه یا برای 3 ظرف. میتونین داخل یه ظرف بریزین یا اینکه تو 3 ظرف اینو سروش کنین. و بعد اونو دست کم برای مدت 5-6 ساعت داخل یخچال میذارم. اگر میخواین کاملا نبنده میتونین زودتر هم استفاده کنین. وقتی در آوردم با چند حلقه موز روشو تزیین میکنم. دوستان عزیز، نوش جان. خدا نگهدارتون.